اگر دردی کند جانت فقط مادر می سوزد بشم ای قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانه فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد قسم تا روزی پدرودش در آتش هوای جانی خویش به تو تنها دعا خواند فقط مادر می سوزد اگر یاری تو اغیار شد اگر ناآمدی کار شد و این ناآمدی استاند فقط مادر می سوزد اگر یاری تو اغیار شد اگر ناآمدی کار شد و این ناآمدی استاند فقط مادر می سوزد فقط مادر می سوزد بکن تو قدری مادر را که او جان است تو ارمان است با جانت هم با ارمانت فقط چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جماعت تبریکات شهنان در خانواده فتولا بابا مهمان هستیم. امروز مادر مهربان، فرشته خاندان خیرابان خاله را در جشن زادروز میلاد عمرشان از نام فرزندان، از نام دلارایتی، زبیدایتی، فضل الله و از نام کلین پاشا نبیره های عزیز تبریک کرده لحظه های خرسندی را همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفته. Har bir istagini chorasini topgan menga tosh otganga jonim otgan. Assalomu alaykum مادران عزیز، مهمانان خانواده فتولا بابا، مهمانان خانواده خیرابان خاله، همه شما را به جشن زادروز و میلاد عمر مادر عزیز خوش آمدید میگیم. خیرابان خاله زادروز مبارک، میلاد عمرتان را، روز تولدتان را مبارکباد میگیم. امروز مانند شما مادر عزیز، مادر غمخوار، ارزنده دلها را، گل ثبت خاندان را، البته از نام فرزندان عزیزتان، از نام دلارایتی، زبیدایتی، فیض الله از نام کلین پاشا که شب و روز در خدمت شما هستند، از نام زیبایتی تبریک میگویم. گفتن فرشته ما، مادری که شب و روز در دعای ما هستند، مادری که به خلط سفیدشان طول چندین سالها کار کردن یک مراتب داغ نگفتاندن، مادری که بهر کودکان شفا میبخشیدن با امر خداوند کریم. مادر عزیزی ما طول چندین سالها در همون سنتاریا برای فرزندان همچون ورد شده مهر و محبت و شفا میبخشیدن. من امروز باشد ارزنده خاندان ما، تاج طلایی ما فرزندان هستند. خدا کند که هیچ وقت خسته نشود، هیچ وقت کسل نشود. در سر ما فرزندان خوشبخت شده گردن برای ما وقت و تخت و دولت است. امروز باشد مادر ما زادروز دارند، همسنفا هستند اینجا با یا همه دگانه ها
چند بدن اومدن؟ چند؟ 73 74 حالی یاش کشما پیر نکنه خیر 14 نه 24 شود باید نشمه نه این وقتی زیباگی زنان 24 سالگی بگذار الان خیلی زیباگی شما ترک نسازد فرزندان میگوین در کجا که مشکلی بیاید در کجا که پشپای پا کنیم اگر رهکشای کاری ما دعای مادر است الله‌های شیرینشان را سخنها نوازش‌های زیبایشان را شنیده کلام شده حاضر در زندگی ما دشواری غم و اندوه نیست چرا گفتم و در سر ما پدر هست مادر هست آنها باشند ما غم و اندوه غمان نیست برای مادر ما فرشته ما رسانید که چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنای بیقرارت مادر است ای مسافر در رهی تو تا مجال واپسین با دلی زار و نیزار انتظارت مادر است غم پرست و غم برار و غم شریک و غم گسار در برت در هر برار و نابرارت مادر است پیرمان خدا مادر چنین انسان بوده است مادر چنین شخصیت بوده است که برای فرزند دوست بهترین اولین انسان که حرف و زبان را خوردن طعام را می آموزاند با شیر پاکش فرزند را با وای می رساند شبها از آن خواب ناز یک طرف گذاشته برای فرزند الله میگوید خدا نکرده فرزند اگر بیمار شود تا صبحی سحر در سر گوهره می نشستگی شخص این مادر است یک تا از شما هستید برایتان زاد روزتان مبارک باشد میگویم یک تا برایشان قرصک بزنیم و نمی صحنه زیبا با تکلیف میکنیم برنامه فیض‌الله که بذاریم این طرف و البته پیشی فتولا بابا یا نشان نزدیکتر هستند مرحبا میمانان حاضر همراهی فتولا بابا صحبت کردیم فتولا بابا یک انسانی هستند که همراهشان صحبت کنه انسان جهانبینی است وسیع می شود نه فقط برای زن حتی برای نبیره ها هم برای تعلیم نبیره ها هم هر دو آنای و بابا برای آنها زحمت می کشند و البته آن زحمت ها البته میوه‌اش را می دهند پیرامان خانه 18 می نزدیک برای زادروزی من چند سال می شود تو اشتباهتان بود یک قرصک زنیم 50 سال گفتگیش این یک کودک نوزاد 50 ساله می شود 50 سال این آیله نمونوی برای یک آیله نو این آیله را مثال بیاره می ارزد زندگی پستی و بلندی ها دارد همراهی فتولا بابا پیرامان خانه همون پستی ها و بلندی های زندگی را با معیار گذاشتن برای فرزندان شرط و شرایط های زیبا را مهیا کردند و البته صاحب این خیل آیله نیک شدند خدا کند فتولا بابا پیرامان خانه 120 ساله ها شود در 100 سالگی عقد نکاح هم 18 می آمده روزی زادروز باشد هم ببینم برای تبریک کنی شمایان خدا کند که الان خیلی روزهای خورسندی و همین دوراتان پر از دوستان باشد امروز فتولا بابا دوره های همون 50 سال پیش توی ها حوالی با میشتود دارد گوری گل دیهی خیلی نبود که اندامات پیش که میشتن فقط تمام بابانی 50 سال بعد چند بار گل پدر کردید به حساب خداشان گلی ثروت خاندان برای شما اینو بینید که دو گل تحفه کردن دختران نازنین یک پهلوان من از پسی پهلوان بازه پیرین پاشا آمدن قطار نبیره ها امروز باشد پیرامان خانه گواه های مهمان ها با کنی میبینیم کنی محبت فتولا بابا چه خیل گلدسته خودشان برایتان تحفه میسازن اگر مهمانان قرصک بخ بزنن اگر فتولا بابا برای پیرامان خانه گلدسته رو تقدیم میکنن مرحبا زادروز مبارک باشد مبارک باشد فتولا بابا تا آماده کردن تارت یک تا خوشی کده خودتون تبریک کنید مرحبا البته این روز یکی از روزهای خوشبختانه ما است چونکه اگر یکمش زادروزی همسری من باشد دویمش
چی قطعی که زیافتی کلام کنی هم این قطع خیش و تبور این قطع دوستای نزدیک رو در این دوره جمع کردن بسیار دشوار است. اینو برای این بار بگیرم که همه شما با درگاه ما برای همراهی کردن با خوشبختی ما برای نیک ما خوش آمدیدتان نوری عزت حاجی سر هم وقت صحت و سلامت بردم و بقار باشدتان چی آرزوی نیک داشته باشد جامعه عمل باشد این روزی که من ما 50 سال اگر با هم زندگانی باشم با هر مای شما الهی نصیب روزی کند شما هم صحت سلامت بردم و بقار باشدتان فقط روزای نقص با خیلی دورای پروفایز پر اشتغال کردم نصیب روزی کنم رحمت برای همه رحمت سلامت باشن و البته پیرامونخانه برای شما در روزی زادروز در 50 سالگی عقد نکاح یک پرتریت تیار کردیم آویزان علمی پیشگی خاندانتان باشد و هر بار دیده فرزندان دعا کنید و علمان جوانی ها به خاطر بیاید و همه زادروز مبارک باشد. و البته شیرینی تاپ ها را نزدیکتر میبیانیم مرحمت تارت را نزدیکتر میبیانیم شیرینی را میبریم یک جایه از آن تناول میکنیم زادروز مبارک باشد مرحمت. Стали звезды на год взрослее, но не стоит грустить зря. Не зря Мубарак бошад. Зодруз мубарак. останутся все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. Настроения и самых преданных друзей. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское подало. Сколько будет земля крушить, сколько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви доброго окружения, чумного настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения. زادروز مبارک و اکنون میخواستیم از فرزندان سخنهای تبریکاتی را شنویم. دلارایتی مرحمت جان شما نزدیکتر میستیم. زبایدایتی فیضلکه مرحمت. السلام علیکم خیشاوندان عزیز خوش آمده به این درگاه پدر و مادری من بی جان زادروز مبارک. این البته اشکی شادی است سر و درده سری موقع صبح سلامت کرده هزاران شکر که خداوندی کریم به من خیلی پدر و مادر داد. من این خیلی اویلا فخر میکنم. شما به عمر دراز سلامتی اما وقت سری ما سلامت گرده بود 100 سالگیاتون همه خیلی خوشمند که همینجا به جشن گیریم. شما به هزاران شکر که همین روزا با ما یک جای جشن گرفته خوش آمده نوری دیده حاجی سر. هر سال همه خیلی زادروزی به جشن زادروزی پدر و مادر من میخواستم همه شما همینجا با ما باشه. خوش آمده نوری دیده حاجی سر. با تبریک میکنم با یک بار با تو شدگیاتون 75 سالگی شما یک جای همه خویشاوندان که جشن گرفت. السلام علیکم خویشاوندان عزیز یاران دوستان خوش آمده هم یکاتون به زادروزی پی جانم به روزی یوبیلی توی شدگیاشون 50 سالگیاشون همه اتفاقاتون خوش آمده نوری دیده حاجی سر. من
از خدای تعالی یک چیز تمنا دارم. از پدر و مادرم به من هیچ چیز در کار نیست. تنها همه وقت با مامان باشن شد. صاف سلامت گردن در سری مامان، در سری فرزندکامون هم وقت صاف سلامت باشن. برای مامان از این زیاد بر فکر من دیگه هیچی در کار نیست. الهی با 80 سالگی 100 سالگیاتون رو پیشواز گیریم با همه یار و دوستان و یک جایگی. با یک بار زادروز مبارک، روز توی 50 سالگیاتون مبارک. الهی همه یکم نه خیر روزا به خدا لایق دونسته باشه. انا جان تبریک میکنم تونه صد روی چی نیت داره همش برسه سری مامان بر ساخت سلامت باشه همه وقت بابام کتی خودش پیش روه چی نیت داره همش برسه کسل نشوه. باز یک فرزندشان پسر خانشان ما میخواستین تبریک گویند مرحمت. خلا سری مامان با ساق سلامت گرده سر حکیم سر آیتان با ساق سلامت گرده رحمت سلامت باشن. البته خیابان خاله تا درآمد کلیم پاشا گفتن که عضو رو از نام من تبریک گویید. خدا با شکر میگویم که در سری من دو پدر و دو مادر بود. صد افسوس که یک پدرم رفتن. اینها برای من پدر شدن، مادر شدن. در این خاندان من دختر شده در آمدم. هزاران شکر میگویم که برای فرزندانم مهر میدهند، محبت میدهند، تعلیم میدهند. خداگاهشان با شکر همیشه صحت سلامت گردند. زادروزشان مبارک باشد تا دنیا باشند. زادروز مبارک از نام کلین پاشا، از نام البته زیباییش ما را نیز تبریک میگیم. اکنون میخواستیم نوبت رو رقص بدهیم. میلشمی مرحمت سراتای شیخ اینجا بیرون یا همینجا می؟ همینجا؟ البته مرحمت. باز یک بار السلام علیکم به مبکای اپاجونو. من امروز همون جمع اومدیم همون با معلوم روز زادروز آیتی تبریک میکنم آیتی جان اپاجون. الهیم صحت بدروی همه وقت حضور حرارتی بچه کتون نبینه حالی گیر نشه آیوش است که صحت بدروی باید 120 بدرونده بفتیم شدون گوی معلوم حالی نکم ما برای ما آیوش همه وقت ساخت کرده سرکار ساخت سلامت دیگر کسل نشه اپا جان همش نقشه و ایدای میروش همش نقشه میشه خدا خواهد ما میگم 100 بدوره 120 بدوره اپا جان رحمت یوبیلیشون رو 50 سال پیش خواهری عزیز توی ما تبریک کرده بودید بینیمی کدام شعر خونده بودید 50 سال پیش مایلش خیش حاضر میگویم که من فرزندان خیابان خودم از خواهرانم بای مادری من باز اینجا خانه پدرسی مادرسی شما باز خواهرها یک گله اوسانها هم اینجا با مرحمت از نام اوسانها معلمه مرحمت. ینگمونو جان شکر میگویم زندگی رو با همه نیک و بدش میگویم که من به این رو گفته میتوانم. من به این خاندان آمدگی بودم هیچ کس نمیشناختم هیچ کس نمیدونستم مسافر حس میکردم خودم لیکن تقدیر من همین ینگمونو که هم حولی هم خونه کدگی بود. همین بر من خدا شکر میگویم که این کس نصیحتای نخطشون که خطاها من نشون داده کار یاد داده رفتی رفتار طرز گفتار شین و خیز و کمبودی هم را دوستانه به من مصلحت ها داده من راه راست به هدایت کردگی گفته میتوانم. همچون دوست یافتن دشوار است لیکن این کس من با دوست اولین همین اویله شدن. من بسیار میندارم که یک زنه که با معنی با معرفت صاف دل نخواه من کتی همین خیل من تقدیر رو برای کدو من امروز میتوانم گویم که من همین کس ایزشون زیر کده دفتر استوده میتونم گفته. این کس دیگر خانه با آمدن من با خودم تنها حس کردنی بودم لیکن دخترانشون من فرزندانشون که هر کس بینه میگویم که من همینایم و دخترچه های مایده بودن همون حوالی با تسکین دلی من بودن همینا برای اینکه همین دخترچه ها که من بازی میکردم شرط نداشته میگویم من زنکی کلام اینو دخترچه باشنم اینو تسکین دلی من بودن. من میخواستم که این کس فقط همه وقت خوش و خرسند باشن خدا باز هم عمر دراز دید تنی صحت دید عاقبت کارمای بخیر کند و شکرگویی ماهان را همیشه بردوام کند. ینگمونو جان باز یک بار روزگارتان مبارک الهی عمر دراز و تنی صحت بینید. بسم الله الرحمن الرحیم.
بگونه جان از نام همه همسین پا شما را تبریک و مبارکباد می نمایم. الهیم صد اکم کتی کوشه پیش شوید در تالیتون اکم 100 ساله 120 ساله شوند شما هم 100 ساله 120 ساله شوید کوشه پیش شوید. الهیم رحمت همی اکم با نیاره ها بایم شما بایم هم یک شما دویسیم. الهیم از دست کم روزه بده نبینه دیادون کوشه پیش شوید. چی نیتی داره نیتاتون برشه 50 سالگیتون مبارک شوند روزی تولدتون مبارک شوند. الهی من اپیش شما نفیزال جانم کوشه پیش شوند که ایلون کتی من همه خونه فقط توی خونه مراد خونه شوند. من همه دوستکای عزیز فقط هر زمان آمده من نصیحتکای نرس خوشسندی ها کده گذاشته روم. مادرش را دوست می دارد همه پیر و جوان چون که از مادر فقط فرزند می ماند نشان. مادرم جان دلم به تو جهان را چا کنم همه میخرم با توی و من دیگران را چا کنم. سرکم در میکند بالشت پرم مادرم جان دلم به تو جهان را چا کنم همه میخرم با توی و من دیگران را چا کنم. الهیم اکم کده کوشه پیش شوه 100 ساله 120 ساله شوه. بعد کتا در محمد خوش آمده میمونکای عزیز همه تو رحمت شما هم بایم رحمت بچه هم یکتون خوش آمده هم یکتونم من هم خیلی روزکای نرس هم خیلی ملکه ها بگرده یک روزکای نرس باید گرده بودن همه خیلی شود. رحمت شما هم عزت کرده آمده شما هم خدا عزت کنه. رحمت سلامت باشن. تشکر. توی با فقط رقص دیگه بودیم امروز آنها توی خاطر ما بیاریم و یک جای می رقصیم بگذار جوانی همیشه در خاطر ما باشد و جوان زندگی کنیم. زاد روزتان مبارک ربان خاله 120 ساله شوید. مرحمت صورتهای شد برای شما. وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم هر کوکولیزه اختر دورم در خانه عشق دلبر دورم هر کوکولیزه اختر دورم در خانه عشق دلبر دورم وای اوج و قرار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای اوج و قرار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم. شبنم گلنار بیا ببالینم ای بابا بهار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم. شبنم گلنار بیا ببالینم وای اوج و قرار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم شبنم گلنار بیا ببالینم وای انار بیا ببالینم. اصل کنده
آمده نغز میکار سلامته کی بازن آمده ای بچه خوش آمده السلام خوش آمده نغز میکار سلامته کی بازن آمده ای بچه خوش آمده
آخر آمدن مانا تویز جان بایی بیا برو تویز جان بیا اینک بیننده های عزیز، امروز ما در خانواده فتحالله بابا مهمان شدیم. در جشن زادروزشان البته مادر عزیز خیرابان خاله را تبریک کرده، لحظه های خرسندی شادیانه 50 سالگی عقد نکاح را همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهرنام سلامت باشید. رحمت سلامت باشید.